کلاس کجا برم؟ گنگلوس تیوی. کتاب چی بخونم؟ گنگلوس تیوی. کدوم آزمون شرکت کنم؟ گنگلوس تیوی. کی؟ گنگلوس تیوی. چی؟ گنگلوس تیوی. کجا؟ گنگلوس تیوی. مردودی با گنگلوس تیوی. تلفن ناریم کامنت بنید. سلامی به گرمی گله و به شیرینی عسلهای کوه گری. خدمت بچون خم و بجوزه یک دو تاده شو منمون که ایمان تحمل میکید. خب گگلوس تیوی، برنامه‌ای سرشار از تشویق، تخریب، گنفاش گنفاش نه خدا انتقاد کوبنده و سازنده. در لغت گگلوس یعنی برادر عزیز، صمیمی و دوست داشتنی. خدا شاهده زیسه واده ما کسی بپرسه گگلوس یعنی چی، تنگ شپاره میزنم بهش. ساده چنه مفت زیاد زم. و اما برنامه و قسمت‌های جذابش. بخش خبری این هفته: هنرمندان مقیم لس آنجلس رفتن از سر خاک بانو هایده و با مناسبت تولدش شعر بیا شمع‌ها رو فوت کن تا 100 سال زنده باشین هننه. مبارک تولدت مبارک، همه شاد و دلت خوش که 100 سال زنده باشی. این قسمت هیچ مبارک نیستن. 100 سال زنده باشی. مبارک خدا جون داد و چی میکشید؟ بانوی مرحوم اندخاک نیای تری ویبره هایده خواه 50 سالم مرده تا 100 سال زنده باشی؟ شما شنگ چند مورید؟ من نوانم با این درصد کنجی مغزی تو چطور رد و دنوچه؟ حالا بماند و ما چی؟ خبر بعدی: چند روز پیش در وسط دانشگاه صدا دست و خیج و هورا و همه که جنبین دین دختری ها موعده گریمه کار زانوزه هادش خواستگاری میکرد. این صحنه رومانتیک کلن 30 ثانیه طول نکشید. حراست محترم اما دوتاشو برد و به راه راست هدایت کرد. خراسمه گرز کردی دادش رتی تا درس بانید یا چه مسخره بازیه. خواه چنین میکید یک موبه یک 75 نموه ربو که بعد دانشگاه از 3 روز واز بیه چو چطور در روز سم خواستگاری کردیه؟ فکر بکم اثرات تعطیلی این 3 سال بیه. بعد خواستگاری میکی سیچی بغلش میکی. وقتی رتی حراست 50 بر تعهدهی میفهمی بیارزش و ما چی اصلا خین کسیب خوام آلوده میکم. خبر بعد: خوردن شیره انگور بسیار مقوی است، مخصوصا با کمی پودر زعفران برای ضعف اعصاب بسیار مفید است. این نویسنده ما این شیشه میکشه. خواهد چه ربطی داشت الان؟ مدگیرت نمیاد سیچی چرت پرت مینویسی من خرم میگی. البته در مورد انگور قرمز قصدن مینویسه که من مانور بیم چون دمم نمیکمیه برنامه پلم بکه. یعنی رمتی فاقد ارزش. امریکه پیش ما پیام بزرگانی و تصنیف قشنگ گوش به تا حالشون رسید خرم بکم. بی ارزش و چی نمینویسید؟ باد شمال خبر برس و گوش یارم دور بیترسیم سر بمخشید تشکر در استاد یونس شفیعی و ابی شفیعی، خواننده های محترم و پاپ خوب استانمون دو براره لرستان ترکنه. ممنون که تشریف وارد به برنامه. کوچیچ سرمربی تیم ملی و اعتماد به نفس بالا گوته انگلیس را شکست میدهیم. چیه داشتی مکم کشید؟ یا نونی انگلیس ها کجا یا ها سر شوخین واز میکی. بعدم تو کره جنوبین نمیه انگلیس بری شید والا ولی زیر ساخته که اماد استعدادیابی و دلالی داریم باید دونم به جای برسیم. اصلا با ما چی سوپولوم مکن بیخیال. خب و اما آیا میدانید شکلات و آجیل سردرد را تشدید میکند؟ کسانی که میگرن دارن خوردن آجیل و شکلات براشون مضر و سرطانه، مخصوصا وقتی ها بیاید هنه ما. کلن سردرد هم نارید نورید شرافتن با پی کارگری خریم شون سیلیای همالیا. بگذاریم بریم سراغ گگلوس هفته. مدن توییت کرده این نوشتی اگر یک فلز پیدا کردید و مشکوک شدید که طلاست بندازیدش تو جیبه که اگه طلا بود از بین میره. تو هم هیچ مراد دل روده ایمان نمیکی بیارزش.
مسخره مکردیه نمونم سیشی بعضی دی ایمان ماشین نمیکشه شرافتن. بگذاریم بخیر برنامه جدید تولید نکیم همش بی و چرت و پرت یا چی نه. و اما سوال نظرسنجی برنامه: بزرگترین درد بشریت از نظر شما: 1. دنو درد، 2. کلیه درد، 3. بیپینی، 4. دستشویی تنگ بکمد، 5. عشق عاشقی. 5 کلیه کنسله. نظراتتون کامنت